بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، خوش اومدیم به جلسه 105. توی جلسه 105 میخوایم آموزش سیمکشی کمپرسور و نقشه خوانی اون رو داشته باشیم. قبل از اینکه بریم سراغ نقشه خود یخچال، اگر بچه‌های دوره جامعه یخچال باشین که باید قورت بدین این جلسه رو، ولی من یک یادآوری میکنم خدمتتون. ولی قبلش بهتون بگم که حتما پیشنهاد میکنم دوره جامعه یخچال رو ثبت نام بکنید. با توجه به اینکه در دوره جامعه سایت هستین، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. در دوره جامعه یخچال که بالای 300 جلسه آموزش و جامع ترین دوره یخچال ایران هست، حتما شرکت بکنید. اونجا گروه رفع اشکال خصوصی داریم و میتونید از اون اطلاعات استفاده بکنید. بچه‌ها ببینید، سیم فاز میاد میره داخل اوورلود، درست شد. اون طرف اوورلود میاد میره قسمت مشترک یا کام رانینگ و استارت، یعنی محلی که سیم پیچ استارت و در واقع رانینگ به همدیگه متصل میشن. پس این قسمت رو بهش میگیم کام یا مشترک، درست شد. خب حالا دو تا سیم پیچ داره دیگه کمپرسور دیگه، یکی رانینگ یکی استارت. رانینگ در واقع قطرش بیشتره، مقاومتش کمتره، و استارت هم که همونطوری که میدونید قطرش کمتره و مقاومت الکتریکیش بیشتر هست. یه دونه رلی پی تی سی داریم که برای اینکه بخواد در لحظه راه اندازی سیم پیچ استارت رو تو مدار نگه داره. بعد از اینکه کمپرسور یا موتور ما راه افتاد، سیم پیچ راه انداز رو یا استارت رو از مدار خارج میکنه. اینم رلی پی تی سی. کجا وصل میشه؟ یه سرش میخوره به استارت، یه سرش هم میخوره به سیم پیچ رانینگ، درست شد. خب سیم نول هم میاد وصل میشه به کجا؟ به محل اتصال رلی پی تی سی و رانینگ. سوال میپرسید از من، آیا جای فاز و نول عوض بشه توی کارکرد کمپرسور تاثیر داره؟ هیچ تأثیری نداره. الان میریم با هم دیگه میبینیم که اگر جای فاز و نول عوض بشه هیچ فرقی نمیکنه، چون موقعی که یخچال رو داری به برق میزنی مگه دقت میکنی دو شاخه اینوری یا اینوری؟ وقتی شما جای دو شاخه رو جابجا میکنی، جای فاز و نول عوض میشه. پس تو کارکرد کمپرسور و یخچال فرقی نداره. الان میپرسید این خازن چیه؟ این خازن اصلاح ضریب قدرته. یه دونه خازن کتابی هستش که ظرفیتش معمولا 2 میکروفاراد، 3 میکروفاراد، 4 میکروفاراد، خیلی پایین است. 1 میکروفاراد ظرفیت پایینی داره. کارش چیه؟ اگر این خازن رو ورداری، جریانی که از سیم فاز وارد کمپرسور میشه، جریان افزایش پیدا میکنه و مصرف برق یخچالتون میره بالا. پس این خازن برای اصلاح ضریب قدرت استفاده میشه. هم باعث میشه که توان رأکتیو رو کاهش میده، چون ما سیم پیچ داریم توان رأکتیو داریم. هم باعث میشه که این جریان الکتریکی که از سیم فاز الکتروموتور یا کمپرسور به سمت خودش میکشه، جریان رو کاهش میده. پس در نتیجه مصرف برق ما کمتر میشه، به سیم پیچ کمپرسور هم آسیبی وارد نمیشه. یه دونه خازن کتابی است. بریم رو نقشه که کامل بهتون آموزش بدم. خب بچه‌ها اومدیم روی نقشه. ترمینال شماره 1، ترمینال شماره 1 و اینم دو شاخه ما. دو شاخه چی میگه؟ میگه یه دونه فاز داره، یه دونه نول داره، یه دونه ارت داره، درست شد. مثلا فاز، نول، ارت. اگر این پایینی رو مثلا نول بگیریم، میگه دو شاخه، نگاه کن، پاور در واقع ساپلای میشه منبع تغذیه. این دو شاخه رو میزنی به برق. میگه مثلا این اولی رو فرض کن سیم نوله. سیم نول میگه اومده خورده به پایه 2. ترمینال شماره چند؟ ترمینال شماره 1. خب بیام ترمینال شماره 1 رو پیدا کنیم. اینا هاشش. اینم ترمینال شماره 1، درست شد بچه‌ها. و پایه چند؟ دو شاخه رو دنبال کنیم، دو شاخه رو دنبال میکنیم، میاد پایه شماره 2. خب پایه شماره 2 اینم دومین پایه‌اش. ببینید اینجوری راحت میتونیم با هم دیگه ببینیمش. اینا خب ترمینال شماره 1، کانکشن 1، پایه شماره 2. پس این سیم مثلا نولی میشه که از سمت دو شاخه میاد. بریم سراغ دو شاخه بچه‌ها. اینم دو شاخه یخچال، درست شد. این دو شاخه رو موقعی که به پریز برق میزنید، 3 تا سیم داره دیگه، فاز، نول، ارت. نگاه کنید سیم ارت که دور این سلفه پیچیده، درست شد، دور این هسته در واقع پیچیده. سیم نول اون میشه رنگ آبی. نه اینو من بدم کنار. ببینید این دو شاخه مونه. اینم کابل دو شاخه مونه. میاد اینجا یه دونه ارت داره، یه دونه نول داره رنگ آبی، یه دونه فاز داره رنگ قهوه‌ای. سیم نولش اومده اینجا، سیم نولش اومده اینجا و رفته بالا، درست شد. میره روی ترمینال دیگه. ببینید سیم نول، میریم اینجا ترمینال شماره 2 دیگه. دومیش این میشه، ترمینال شماره 1
و پایه دوم. اینا ببینید اینجا خودش گفته که این دو شاخه است، سیم نول میاد اینجا، پایه شماره 2 ترمینال شماره 1. درست شد؟ خب سیم ارتش هم که معلومه دیگه، سیم ارت هم میاد به بدنه یخچال متصل میشه. اینا سیم ارت اومده به بدنه یخچال متصل شده. اگر از پایین هم بخوایم دنبال بکنیم، اینا ببینید سیم ارتش اومده از داخل این هسته رد شده، به این بدنه داده، به این بدنه هم داده، به اینجا هم در واقع داده. درست شد؟ خب وقتی ما سیم ارت رو اینجا به بدنه وصل میکنیم، بعدش میایم قسمت بالای یخچال هر چی سیم ارت داریم به بدنه وصل میکنیم، چون بدنه فلزیه پس ارت هم به هم دیگه متصل میشه. این از داستان ارت. حالا سیم فاز رو مثلا ملاک قرار بدیم. سیم فاز چی میگه؟ میگه از اینجا میاد رنگ قهوه‌ای میاد وصل میشه به چی بچه‌ها؟ وصل میشه به سیم در واقع سفید پایه شماره 4 در ترمینال شماره 1. اینا این ترمینال شماره 1. درست شد؟ پایه شماره 4 ببینید 1 2 شماره 3 خالیه، اینم شماره 4، اینم رنگ سفید میشه سیم فاز. درست شد؟ اینا این رنگ سفید میشه سیم فازی که از دو شاخه میاد روی برد یخچال. درست شد؟ اینجا اینم رنگ براون، همون قهوه‌ای که رو نقشه زده بود. درست شد؟ رنگ قهوه‌ای میاد یه ترمینال میخوره، میگه از این ترمینال دیگه رنگش عوض میشه، رنگش سفید میشه. یعنی رنگ سفید از داخل بدنه میاد بالا و میاد اینجا. این میشه سیم در واقع فاز ما. پایه ترمینال شماره 1 پایه شماره 4، 1 آبی 2 آبی 3 خالیه و شماره 4 هم در واقع سفید هستش. اینم از این نکته. درست شد؟ پس دو شاخه رو با هم دیگه مورد بررسی قرار دادیم بچه‌ها. حالا چی میگه؟ میگه آقا جون از پایه شماره 6 اینا، میگه آقا جون از پایه شماره 6 یه دونه سیم میاد میره خوره به همون خازنی که بهتون گفته بودم. درست شد؟ اون طرف خازنم میره میخوره به رله PTC. نگاه کنید از پایه شماره 6 نگاه کن، 1 2 3 خالیه، 4 سفیده، 5 خالیه، 6 هم زرده. رنگش هم گفته چه رنگیه؟ رنگ ننوشته اینجا. رنگش هم گفته زرده بچه‌ها. اینا رنگ یلو. خب پس این رنگ زرد، اینا رنگ زرد از پایه 6 میاد میره کجا؟ میاد اینجا، میاد میره داخل خازن. این خازنه در واقع چی هستش؟ خازن کتابی که بهتون گفتم که باعث میشه که کمپرسورتون برق کمتری مصرف میکنه. ظرفیت خازن چقدر؟ ولتاژش 400 ولت هستش. چرا؟ چون یه خازن دائم کاره ولتاژش بالای 230 ولته، فرکانسش هم 50 الی 60 هرتز هستش و ظرفیتش هم 5 میکروفاراده با تولرانس مثبت منفی مثلا 10%، منفی 5% و مثبت 10%. درست شد؟ اینم تولرانس این خازن. پس یه دونه خازن 5 میکروفاراد اومده موازی شده با چی؟ همونطوری که تو نقشه بهتون آموزش دادم، موازی شده با رله PTC. یعنی خازن یه سرش خورده به یه طرف خازن رله PTC و این طرف خازن اومده خورده به اون طرف رله PTC. درست شد؟ رله PTC هم که در واقع بسته میشه یه طرفش به سیمپیچ رانینگ، یه طرفش هم بسته میشه به سیمپیچ استارت. ببینید این کمپرسوره، این کمپرسور خودش هم نوشته کمپرسور. این علامتی که اینجوری کشیده یعنی مثلا بالایی فرض کن سیمپیچ رانینگ، پایینی سیمپیچ استارته. خب رله PTC میاد یه طرفش وصل میشه به رله رانینگ، رله PTC یه طرفش وصل میشه به سیمپیچ رانینگ، یه طرفش هم وصل میشه به سیمپیچ استارت. خب حالا این خازنم که ما اینجا داریم، اینا همونطور که تو نقشه بهتون گفتم، این خازنم یه طرفش میخوره به رله PTC، اون طرفش هم بازم میخوره به رله PTC. یک طرف خازنم وصل میشه به پایه شماره 6. درست شد؟ اون طرف کمپرسور که در واقع پایه کام هست، پایه کام که یه سر سیمپیچ اصلی و کمکی به هم دیگه وصل میشه. تو ابتدای این جلسه بهتون گفتم میاد میخوره به رله اوورلود. OL یعنی اوورلود، یعنی رله اوورلودی که در زمان افزایش در واقع جریان، افزایش دما و اینکه کمپرسور بخواد بسوزه جلوگیری میکنه با سوختن کمپرسور و مدار رو قطع میکنه. رنگ سیمش هم که گفته مشکیه، میاد میخوره به در واقع به سیم نول، مثلا فرض کن که دو شاخمون. درست شد؟ خب این از این. خب این خازن یه دونه پایه در واقع
خدمت شما عرض شود که از پایه شماره 6 بود دیگه، درسته؟ اینا از پایه شماره 6 میگه میاد میره داخل خازن. اینا پایه شماره 6 میاد میره داخل خازن. خب این پایه شماره 6 این زرد رنگ یلو میاد میره داخل خازن، درست شد؟ حالا خازن باید چیکار کنه؟ از خازن هم باید 2 تا سیم بگیریم دیگه. از خازن باید 2 تا سیم بگیریم. اون طرف خازن میخوره به رله پی تی سی و از این طرف خازن هم بازم میخوره به رله پی تی سی. بریم رله پی تی سی رو ببینیم بچه‌ها. کارو با هم دیگه جمعش بکنیم. ببینید اومدیم اینجا. این کمپرسور ما درست شد. اینا این رنگ زرد و نارنجی اومده خورده به رله پی تی سی. ببینید اینا. ببینید رنگ زرد و نارنجی. رنگ زرد و نارنجی. درست شد؟ اومده خورده به چی؟ به رله پی تی سی. این رله پی تی سی. درست شد؟ اینم رله پی تی سی مون رنگ زرد و نارنجی. ببینید بچه‌ها اینا همین رنگ زرد و نارنجی که از این ترمینال اومده و به 2 طرف خازن متصل شده. درست شد؟ رله پی تی سی با خازن موازی میشه. اوکی؟ این از این. حالا نکته‌ای که الان مد نظر هست چی هستش؟ اوورلود. رله اوورلود رنگش بلکه، یعنی سیاه. درسته؟ به چی وصل میشه؟ اومده بالا. ببینید اومده بالا. بریم ببینیم بالا به چی وصل شده. خودش داره میگه رله اوورلود یه طرفش که وصل میشه به کمپرسور فیشی جا میره دیگه. در دوره جامع یخچال کامل توضیح دادم. میگه رنگ بلک، بی که یعنی بلک. میگه رنگ بلک از رله پی تی از رله اوورلود، این او ال از رله اوورلود میاد و میخوره به سیم 0 مثلا. رنگ مشکی کو؟ خب بچه‌ها اینجا نیومده مشکی. سیم مشکی که از پایین اومده بود اینجا. سیم مشکی که از پایین اومده بود اینجا دیگه به بالا انتقال داده نشده. نگاه کنید. من ندیدمش. اینجا رنگ مشکی نیومده بالا. من ندیدمش. ببینید رنگ مشکی نیومده. پس چه اتفاقی افتاده؟ داخل خود بدنه سمبندی کردن. یعنی داخل خود بدنه اومده چیکار کرده؟ اومده به سیم 0 متصل کرده. سیمی که از 2 شاخه داشته میومده بالا، اومده میگه داخل خود بدنه اومده اینجا انشعاب گرفته. دیگه اصلا به ترمینال متصل نشده. پس ما به رله اوورلود باید یه دونه چی بدیم؟ یه دونه نول یا یه دونه فاز بدیم. حالا بستگی داره که سیم فاز رو به اوورلود بده و نول رو به پی تی سی بده یا برعکس. سیم نول رو به رله اوورلود بده و فاز رو به رله پی تی سی بده. الان تو نقشه براتون توضیح میدم. ببینید بچه‌ها همونطوری که بهتون توضیح دادم، مثلا سیم فاز میره داخل رله اوورلود، اون ور اوورلود میخوره به پایه کام. خب اگر جای فاز و نول جابجا بشه هیچ تأثیری نداره. ما یه دونه سیم برق مثلا نول رو بعد بیاریم وصل بکنیم به اون جایی که رله پی تی سی و سیم پیچ رانینگ به هم دیگه متصل میشن. درست شد؟ حالا برخی از یخچال‌ها این خازن رو دارن، بعضیا ندارن. بهتون بگم برخی از یخچال‌ها این خازن رو ندارن. سیم فاز هم میخوره به رله اوورلود و اون طرفش هم میخوره به پایه کامی که یه طرف سیم پیچ استارت و رانینگ به هم دیگه متصل شده. از این عکس بگیر داشته باش. بازم دارم میگم حتما دوره جامع یخچال رو سعی کنید که زمانی که تخفیف داره با تخفیف 75% در واقع دریافت کنید. دوره ساید بای ساید در واقع به اتمام رسیده. اگر در آینده به این نتیجه برسیم که قرار هست آموزش براتون آپدیت بذاریم، براتون داخل این دوره میذاریم. ولی شما با همین آموزشی که بارگذاری کردیم و بهتون گفتیم به اتمام رسیده، میتونین کار خودتون رو شروع بکنید. انشالله براتون آرزوی موفقیت میکنم. موفق و پیروز باشید.